سال 2015 بزرگترین سازمان‌های ورزشی عالم از جمله فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و فدراسیون بین المللی ورزش سبک با جنجال‌های جدی مواجه گشتند. برای اولین بار در تاریخ 111 ساله فیفا کمش 14 مقامدار بلندپایه این فدراسیون از سوی اداره دادستانی شویتزاریا و ایالات متحده آمریکا با عیبنامه فساد بازداشت شدند. ماه می در یک انتخابات پرماجرا زب بلاتر که این سازمان را از سال 1998 سروری میکرد بار دیگر به این کرسی انتخاب شد. ولی بعد همگی چند روز بلاتر استعفایش را اعلام کرده افزود که تا انتخاب رهبر نو سروری فیفا را طور موقت ادامه می‌دهد. در حالی که پیشبری داوطلب‌های مقام رئیس فیفا جریان دارد، کمیته آداب این سازمان تفتیش عملکردهای بلاتر و جایگزین احتمالی او رهبر اتحاد اروپایی فوتبال میشل پلاتینی را آغاز نموده آنها را برای 3 ماه از اجرای وظیفه‌هایشان برکنار کرد. مفتشان می‌خواهند به این سوال پاسخ پیدا کنند که چگونه روسیه به میزبانی چمپیونات جهان در سال 2018 و کشور قطر به میزبانی این مسابقه در سال 2022 انتخاب شدند. سال روان مقامدار بلندپایه فدراسیون بین المللی ورزش سبک سابق ورزشگر 58 ساله بریتانیایی سباستیان کوه در انتخابات سرگئی بوبکای اوکراینی را شکست داده رئیس فدراسیون بین المللی ورزش سبک انتخاب شد. در پی آن معلوم گشت که اداره دادستانی فرانسه در چارچوب تفتیش عیبنامه‌های فساد و پولشویی در اجنسی جهانی مبارزه با داپینگ اعمال لامین دیاک رهبر سابق فدراسیون بین المللی ورزش سبک را رسما مورد تحقیق قرار داده است. آنها انتخاب میزبان مسابقه‌های بین المللی را شبهه برانگیز نامیدند. بر علاوه طبق گزارش اجنسی جهانی مبارزه با داپینگ در روسیه اداره ملی مبارزه با داپینگ نتیجه‌های معاینه ورزشگران را با کمک منصبداران دولتی تغییر میداد. حالا وزارت ورزش روسیه سعی دارد مبارزه با داپینگ را به معیارهای بین المللی مطابق کند تا ورزشگران این کشور را که سال روان از شرکت در چمپیونات جهانی ورزش سبک در چین محروم شده بودند به بازی‌های المپی ریو د ژانیرو که تابستان سال آینده برگزار می‌شوند راه دهند. ضمناً در این چمپیونات گرزانداز تاجیک دلشاد نظرف جای دوم را اشغال نموده برای تاجیکستان اولین راهخط بازی‌های المپی را کسب کرد. هم فکر میکنم مدال میشود در المپیادا. اوضاع هیچی گفتن نمیتونم. این ورزشه. لیکن من حرکت میکنم میشود مدال. سال 2015 هم عیبنامه‌های فساد در تاجیکستان هم جای داشتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا داور تاجیک پرویز مرتضایف را برای همیشه از حکمی محروم کرد. داور با آن عیبدار شد که قصد دخالت به نتیجه بازی قهرمانی آسیا 2015 میانی دسته‌های تا 19 ساله مالدیو و تاجیکستان را داشته است. ماه نوامبر در نزد ورزشگاه استاد د فرانس هنگام قوآزمایی دسته‌های منتخب فوتبال فرانسه و آلمان صدای 3 ترکیش مرگ طلبانه به گوش رسید. همزمان سلاح بدستان بالای تالار کنسرتی و چندین آشخانه و طربخانه حمله کرده کمش 128 نفر را به هلاکت رساندند. بعد از این حمله با سبب‌های امنیتی قوآزمایی‌های بین المللی آلمان با هلند در شهر هانوور و بلژیم با اسپانیا در شهر بروسل دایر نشدند.